سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. قراره تو این ویدیو این عکسی که میبینین رو نقاشی کنم. اون قسمت دوم نقاشی این نونه. قسمت اول برای نون بالاییه که میتونین ویدیوشو توی کانال ببینید. خب برای این قسمت دارم نونای برش شده رو رنگ‌آمیزی میکنم. برای رنگ‌آمیزی نونای برش شده اول رنگ زمینه رو زدم و بعد رنگ نون رو روش دارم میزنم و بعد شروع میکنم به اضافه کردن جزئیات. بعد از اینکه رنگ نونو زدم، برش های نونو با یک رنگ قهوه‌ای که کمی تیره تر هست شروع میکنم به جدا کردن. رنگایی که برای این نون استفاده شده قهوه‌ای، قهوه‌ای شکلاتی، قهوه‌ای تیره، مشکی، سفید، زرد، قرمزه و رنگ پوست. بعد از اینکه خطوط این جدا شدن برش‌های نونو کشیدم، شروع کردم به زدن رنگ قهوه‌ای که یکم نارنجی طور هستش به دور نون و محوش کردم. خب اینجا دارم با قهوه تیره دورگیری کار رو انجام میدم و به برش‌های نون قطر میدم. بعد از اینکه دورگیری رو انجام دادم شروع کردم به کشیدن حفره، حالت خطی دایره‌ای داخل برش‌های نونو شروع کردم به لک گذاری به عنوان حفره. این لکه‌هایی که گذاشتم به عنوان حفره رنگش از رنگ نون یکم تیره تره و برای این حفره ها از 3 تا رنگ استفاده کردم، یعنی هر مرحله رنگای تیره تر اضافه کردم. بعد از رنگامیزی تیرگی حفره شروع کردم به گذاشتن لکه‌های روشن روی سطح نون برش شده و بعد از اون شروع کردم به اضافه کردن جزئیات بیشتر و قسمت تیرگی نون. اگه تا اینجای کار ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی از این نون هم باشید.